خب درود به همه، امیدوارم حالتون میزون باشه. اجازه بدید تو دوربین نگاه کنم یه بار دیگه درود بگم، بذار وسایل رو من جاسازی کنم این حل. خب درود به همه، امیدوارم حالتون میزون باشه. آقا تو این ویدیو قراره با هم یه چالش دیگر رو بدیم. این دفعه میخوایم چالش سرخیزی رو بزنیم. یکی از چالشایی که واسه خودم خیلی جذابه و من تقریبا دیر بیدار نمیشم از خواب. من 6:30 اینا بیدار بشم از خواب، ولی دوست دارم که یه ساعتی باشه که هوا واقعا یه مقداری گرگومیش‌تره. مثلا فکر میکنم حدود ساعت 5 اوکی باشه. من بر خودم 5 میذارم. شما میتونید 6 بذارید، 6:30 بذارید، حالا بسته به بدنتون. اگه بدنتون عادت نداره 7 بذارید اگه که خیلی دیر بیدار میشید. من واسه خودم 5 میذارم و کاری که قراره بکنیم اینه که به عادت یه هفته 10 روز این کار رو انجام بدیم و اولا ببینیم که آیا بدنمون عادت میکنه بهش یا نه. دوما این که ببینیم چالش‌ها و سختی‌هاش چیه. این همه چالش‌های دیگه‌ای که برای هم میذاریم. کاری که می‌خوایم بکنیم اینه که شروع کنیم یه سرچ ریز بزنیم در مورد اینکه سرخیزی چه فوایدی داره، یه مقداری باهاش آشنا بشیم، ببینیم اصلا این کارو بکنیم چه محاسنی برامون خواهد داشت و اینکه چجوری میتونیم راحت‌تر صبح از خواب بیدار بشیم. خب فواید سرخیزی، تأثیر سرخیزی بر سلامت روح و روان از نظر روانشناسی. فواید سرخیزی چیز خیلی طولانی نمیخوام بخونم، بچه‌ها حوصله‌مو سر بره. من قبلش یه سایتی دیگر داشتم میخوندم، اصلا داشتم یه دور دیگه ویدیو رو ضبط میکردم، رفتم توی سایتی نوشته بود که اگر سرخیز بشید وقت بیشتری دارید توی طی روز که چشم بسته غیب گفت. اگر سرخیز بشید وقت بیشتری برای ورزش کردن داشته باشید که من خودم تفاوت این دوتا نمیفهمم. وقتی سرخیزی تایم بیشتری به آدم میده طبیعتاً تایم بیشتری واسه ورزش یا واسه هر کار دیگه میده. نمیشه اگه سرخیز بشید کمتر توی ترافیک میمونید. من نمیدونم مثلا اگه شما سحرخیز باشی ولی مثلا 9 صبح خونه بیای بیرون چه ربطی داره؟ دیدم یه روز شروبر میگه این شد ویدیو رو پاس کردم، گشتم سایت خوب براتون پیدا کردم و الان اومدم دوباره دارم رو براتون میخونم که یه مقداری محتوای ویدیو خارج از مسخره بازی بتونه مفید باشه. هدف اون همینه دوستان عزیز. خب زمانی برای آرامش و سکوت، افزایش سطح اکسیژن مغز، کاهش فشار خون، کاهش سردردهای میگرنی، بالا رفتن سلامت روحی. اینا راست میگه بچه‌ها. واقعا اون ساعت صبح یه سکوت خاص توی آرامش خاصی داره. واقعا مثلا عجیبه. من خودم شده بود یه مدت 5 صبح پا میشدم، 5:30 خیلی کوتاه بود، شاید در حد مثلا 1-2 هفته بود، ولی واقعا هم خیلی سرحال‌تر بودم هم به شدت. من چون بعضی وقتا سردرد میشدم تو تهران و هوا و آفتاب و اینا، واقعا هم سردردام کم شده بود هم سرحال‌تر بودم و تو طی روز شاید بدنم خسته تر بود اما به شدت حالت انرژی بالاتر بود، سرحال‌تر بودم، روحی هم بازتر بود، اصلا صورتم شاداب‌تر بود. این خیلی جذاب بود برام. هنوز از زیر زبونم. خب بریم بازم پایین. شما می‌ذارین برنامه‌تون برای روزتون برنامه‌ریزی کنید. این که مشخصه زمانی که شما صبح زود از خواب بیدار میشید. اینا چرت و پرت نمی‌فهم چرا اصرار دارن وقت واسه این دارید وقت واسه اون دارید. همیشه دنبال این چیزا، مثلا این بهبود سوخت و سازهای بدن، سوزاندن کالری، فراهم کردن مقدار بیشتر انرژی، کاهش سطح کلسترول منفی، کاهش خطر بیماری قلبی و دیابت، کاهش شانس ابتلا به چاقی، تامین میزان سلامت بدن، باعث حال بهتر و تفکر مثبت، بهبود کارکرد مغز، تامین انرژی بیشتر. اینا رو داره هر کدوم رو توضیح میده. افزایش تغذیه خون عضلات، تنمیه وفا، تنمیه استخوان، فلان فلان فلان. فکر کنم بچه‌ها همینا کافیه. یعنی اینا من مغز گرم میشه و سریعتر برای فعالیت داریتان را میفتید. درجه فهمیدید که سرخیزی خیلی چیز مفیدی میتونه باشه. فکر کنم در همین حد کافیه. حالا بریم ببینیم که راه‌های سرخیزی چیه. سایت اول دیجیکالا اول محصول نمیفروخت بچه‌ها. 10 کام ساده برای سرخیزی. بریم ببینیم دیجیکالا چی داره برام. پسر خوب تبلیغش هم کردیم. خب
یک، زودتر بخوابید. این خیلی مهمه بچه. اگر که شما زودتر بخوابید و حالا اون سیستم چرخشی خواب که خواب عمیق داریم، خواب نیمه عمیق داریم، اون سیستم چرخشی خواب و حالا اونم براتون سرچ میکنم الان ببینیم با هم حفظ کنید و شب هم زود بخوابید. خیلی میتونه موثر باشه تو اینکه صبح راحت‌تر از خواب بیدار شید. آرام پیش بروید. معمولا در صبح بیدار میشید تا دست میگرفتید روزتون رو ساعت 7 شروع کنید. آره من اینم شنیدم بچه اگه مثلا 10 بیدار میشید یا نذاریدش 5 یا مغزتون گریم پاش خلاصه مغزتون هنگ میکنه. خب اثر منفی نور و کیفیت خوابتان رو جدی بگیرید. این خیلی مهمه بچه. اگر که مثلا قرار ساعت 10 بخوابید از 9 هر چه زودتر بهتر. دیگه صفحه لپتاپ نگاه نکنید، صفحه گوشی نگاه نکنید. اینا انرژیتون رو خیلی برمی‌ریزه و ذهنتون رو خیلی مخدوش میکنه و کیفیت خوابتون رو به شدت پایین میاره. یک انگیزه قوی برای خود بسازید. این خیلی مهمه. اینه همی که صبح همینجوری بیدار میشین دیوار رو نگاه نکنید. خب اینجوری صبح اصلا دلیلی برای صبح زود بیدار شدن ندارید. باید یه انگیزه قوی داشته باشید. مثلا من خودم از خودم این چالش رو گذاشتم. من یه انگیزه دارم که باید ویدیو درست کنم، باید میکاری کنم، باهاتون شیرش کنم. یه حسی باید بره و بیاد. حس خیلی میتونه بهمون کمک کنه. حالا شما میتونید ورزش بذارید برای خودتون، یا مثلا کاری خیلی دوست دارید اگه کتاب خوندن، موزیک گوش دادن، هر چی که هست برای خودتون بذارید. صبح که خواب پاشید اون کارو انجام بدید. فعالیت قبل خواب رو مدیریت کنید. این تقریبا همونه دیگه که مثلا کاری موزه این نگاه کردن به صفحه نمایش رو نکنید. مثلا شام خیلی دیر نخورید. تحرک داشته باشید. نمیدونم منظورش کیه تحرک داشته باشید. برای قدم از خواب نشید. من فکر کنم ازش که سریع از تخت بیرون و یه تکونی بدید. به اصطلاح یه تکونی بدید که خواب بریزه، خواب بیاد پایین. با خودتون جایزه بدید. این کلا توی هر کار خیلی مهمه بچه. با خودتون جایزه بدید. باعث میشه ذهنتون قوی بشه و ذهنتون دنبال اون جایزه باشه، پس کمک کنه به هدفاتون برسید. اگه مثلا یه چالش 10 روزه 20 روزه 40 روزه نمیدونم 2 ماهه برای خودتون میذارید، وقتی که بهش رسیدید یه جایزه برای خودتون تعیین کنید. حالا هر چیه که مثلا یه غذای خوب دوست داره بخوره، یکی دوست داره یه وسیله واسه خودش بخره، هر چیزی که میتونه باشه. زمان مناسبی برای صبحانه خوردن در نظر بگیرید. توصیه میشه که 2 ساعت بعد از بیدار شدن. اینو حالا من نمیدونستم. من خودم معمولا خواب پا میشدم مثلا یه شکلاتی خرما با قهوه میزدم که یه ذره فرشم کنه و بعدش حالا مثلا ورزش میکردم. من ورزش رو میکردم برمیگشتم صبحونه مشتی میزدم. روی املتی بسته ورزش کردی و پروتئین به بدن برسه. زودتر به تخت خواب برید. اینو که گفتیم. آینده خودتان رو تصور با بچه‌ای که خیلی مهمه اینه که برای خودتون توی سرخیزی چیز کنید. بگو. صبح پا میشید برای خودتون برنامه روزتون رو بنویسید. اصلا اون روزتون یه جور دیگه اید جلو میره. برای خودتون هدف بذارید، هدف روزتون رو بذارید، خواستهاتون رو بنویسید، شکر گذارید. خیلی مفیده. مدیتیشن خیلی مفیده. من که دوستان بود اون نمیدونم توی یوتیوب کجا گشته بود، که کانال خارجی بود، طرف رو برید یه دوش آب سرد بگیرید بیاد بشینید ذاتی مدیتیشن کنید. یه همچین کاری گفتم. خب چیز نمیزنی واشر سرسیدن نمیزنی؟ گفتش نه خیلی خوبه. حالا من خودم تست نکردم ولی ظاهرا اینم خیلی جوابه. یه همچین کاری حالا انجام ندید یا بسوزید. خب اینم که دیگه هیچی. فقط عنوان چیز آخر من یه سرچ بکنم دوباره برگردیم که من اون چرخهای خوابو بهتون نشون بدم چیه. خب بچه این عکس رو ببینید. خواب این مرحله رو داره. مرحله اول خواب سبک، بیدار شدن آسان. مرحله دوم حرکت چشم‌ها، کاهش امواج مغزی. مرحله سوم ظهور امواج دلتا. مرحله چهارم خواب عمیق، بیدار شدن سخت‌تر. مرحله رم تنفس سریعتر و نامنظم.
اگر که میخواید راحت از خواب بیدار شید، این چرخه باید طی بشه. واسه هر کسی هم یه زمانی داره، یعنی یه مقدار زمانش متفاوته، ولی تا جایی که من خودم یادم گفته بودن حدود 4 ساعت این زمان. حالا برای یکی شاید یه رو پایین بالا بشه. اینو پیدا کنید، بعد یه مدت بهتون به شدت کمک میکنه که صبح راحت تر از خواب بیدار شید. چون وقتی مثلا میگم تو مرحله 4 که خواب عمیق از خواب بیدار میشید، خب وسط خواب عمیقتون بودید و خسته اید. این خیلی طبیعیه. واسه همین وقتی که آره بعضی وقتا دیدید آدم سر حال خواب پا میشه، نگاه میکنه میبینه 10 دقیقه وقت داره، اون 10 دقیقه رو که میخوابید دیگه خیلی کسل میشه. دقیقاً به خاطر همینه که وارد مرحله این میشید که دیگه وسط اون مرحله بیدار شدن کار رو خراب میکنه. اینو حتما رعایت کنید. پس قرار شد که من ساعت 5 واسه خودم چالش بذارم از خواب بیدار شم. فوایدش این شد که به شدت آدم رو سر حال میکنه، کمک میکنه به کارهای روزش و هدفهای روزش برسه، به شدت از لحاظ جسمی برای بدن مفیده و من خودم خیلی به دنبال اون حال خوب و اون نشاطه، اون تراوتم که بهم میده صبح زود از خواب بیدار شدن. حتی اگه توی طول روز جسمم خسته باشه ولی روح هم شادابه به عبارتی. دمتون گرم بچه‌ها. من این چالش رو انجام میدم، ویدیوهاش رو میگیرن، با من همراه باشید که ویدیوها رو حتما ببینید که انجام دادن چه سختیایی داره، چه باحالیایی داره و توی ویدیوهای بعد براتون توضیح میدم. ویدیوشو میذارم، حتما برای اینکه از ویدیو جا نمونید این ویدیو رو لایک کنید، کانال رو سابسکرایب کنید، زنگولش رو بزنید تا از ویدیوهامون جا نمونید. دمتون گرم. تا ویدیوی دیگه و چالش دیگه، خدا نگهدار.